سلام و درودی به پایان و حاضرین این نمایش علمی. تشکر زیاد، سپاس فراوان اول به رئیست دانشگاه دولتی سمرقند و هیئت استادان، دانشجویان و همه آنهایی که این نمایش علمی را برگزار کردند. با شما سپاس فراوان، میnnتداری صمیمی خود را بیان میکنیم. من امروز میخواهم از نام خانواده‌ام گپ زنم. بسیار تشکر میگویم برای برگزار کردن چنین یک معرکه خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، برای زحمت‌های صمیمانه و صادقانه شما برای چنین بس در سطح خیلی هم خوب برگزار کردن این نمایش علمی. امروز برای من نه تنها روزی تجلیل از یک سالگرد پر افتخار، بلکه لحظه بسیار شخصی و پر از احساس است. زیرا من در برابر شما نه تنها همچون سخن کننده، بلکه همچون فرزند این شخصیت بزرگ ایستادم که عمر خود را به علم و ادب بخشیدند. ما امروز در این محفل گرد آمدیم تا نه تنها یک سالگرد زندگی را جشن بگیریم، بلکه یک عمر سرشار از محنت، اندیشه، تحقیق و خدمت و تاریخ و ادبیات فارسی تاجیکی را گرامی داریم. عمری که به حق آینه صداقت، محبت و وفا و میراث گرانبهای معنوی مردم ماست. نادر است چنین انسان که تمام عمر خود را با چنین اخلاص به خدمت ملت، تاریخ و فرهنگ و ادبیات خود بخشیده باشد. 90 سال پیش، تقریبا 90 سال پیش، در شهر باستانی و فرهنگ پرور سمرقند فرزند به دنیا آمد که سرنوشتش با سخن و ادب و تاریخ پیوندی ناگسستنی پیدا کرده است. امروز ما در برابر شخصیت قرار داریم که نه تنها پدر، بلکه مکتب، اندیشه و چراغ فروزان در راه شناخت ادبیات تاجیکی فارسی می باشند. ما از کودکی دیدیم که چگونه پدرم با محبت به اندازه به آثار تاریخ و ادبیات فارسی زندگی و کار کردند. هر یک صحیفه آثارشان، هر یک اندیشه و تحقیقشان نه تنها کار علمی، بلکه پارچه از عمر و دل و جان است که به میراث فرهنگی ما بخشیده شده است. پدر عزیز ما استاد صدری سعدی تنها یک دانشمند نیستند، پدری هستند تکیه‌گاه و سرچشمه افتخار ما. پدر برای ما مکتبند، چراغند و نمونه زنده آنند که انسان چگونه میتواند با صداقت، زحمت و محبت به فرهنگ زندگی خود را پرمعنا سازد. هر صحیفه آثارشان، هر کلمه نوشتهشان نشان محبت بی اندازه به ادبیات فارس و تاجیک و مسئولیت بزرگ در نزد نسل هاست. پدرم نه تنها تاریخ ادبیات را تدقیق کردند، بلکه آن را زنده نگاه داشتند، آن را به نسل جوان رساندند و به همه ما آموختند که فرهنگ و ادبیات چیست و انسان بودن هم در ادبیات و هم در زندگی چی معنا دارد. آثار ارزشمندشان از پویتیک شاعران ماورالنهر تا پژوهش‌های عمیق و بنیادی درباره آثار سوزنی و محیط شهر و ادبیات در آن زمان نه تنها منبع‌های علمی برای آموزش ادبیات تاریخ، بلکه گنجینه‌های از بینش، تحلیل و درک روندهای فکری جامعه گذشته و امروزی ما می باشد. این پژوهش‌ها برای ما و برای هزاران شاگرد و دوستدار ادب سرچشمه افتخار و الهام می باشند. امروز در این روز مبارک ما نه تنها به گذشته پر افتخار می نگریم، بلکه به آینده پر امید می بندیم که میراث علمی و معنویشان
ҳамчун роҳнамои наслҳои оянда хоҳад буд. дар ин рӯзи муборак аз даргоҳи худованди мутаол мо бо тамоми муҳаббат ва эҳтиром барои падарамон саломатии поянда, оромиши дил ва умри дарози пурбаракат орзу мекунем. умед дорем ки нури донишу меҳрашон ҳамеша роҳи моро равшан кунад, ҳамеша тандуруст ва сарбаланд бошанд ва умри тӯлонӣ ва бодавлат насибашон бошад. ташаккури зиёд аз таваҷҷӯҳи ҳамаи ҳозирин.